اعتراضها در جامعه آمریکا به حضور نتانیاهو در این کشور و قرار سخنرانیش در کنگره آمریکا ادامه دارد و معترضان همچنان در اطراف محل اقامت او در واشنگتن تجمع کردند. ما اینجا در واشنگتن در مخالفت با حضور یک جنایتکار بزرگ جنگی تجمع کرده ایم. نتانیاهو به خاطر قتل عام‌ها و جنایات گسترده‌اش جایش در زندان است، نه در کنگره کشور ما. واقعاً خجالت‌آوره. همزمان رسانه‌های آمریکا اعلام کردند که بعد از تجمع حدود 400 یهودی آمریکایی در داخل ساختمان کنگره این کشور و در اعتراض به میزبانی از نتانیاهو، همه 400 یهودی تجمع کننده از جمله 12 خاخام دستگیر شدند. در این شرایط کامالا هریس نامزد جایگزین جو بایدن از طرف حزب دموکرات آمریکا حضور در سخنرانی نتانیاهو را تحریم کرده است. اقدامی که البته از نظر محافل رسانه‌ای آمریکا به خاطر افزایش تعداد مخالفان جنایات رژیم صهیونیستی در جامعه آمریکا و ناشی از نگرانی کامالا هریس برای از دست دادن آرای آنان است. آیا با خودداری هریس از حضور در سخنرانی نتانیاهو تغییر معناداری در سیاست خارجی آمریکا در صورت پیروزیش در انتخابات ایجاد خواهد شد؟ پاسخ من این است که نه. اصلا اینطور نیست و ما خوشبین نیستیم، چون وقتی همچنان مردم غیر نظامی در غزه کشته میشن یا از گرسنگی میمیرند، یعنی این کارها فقط ظاهرسازی و تبلیغات انتخاباتیه. همزمان برنی سندرز عضو مجلس سنای آمریکا دعوت از نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره این کشور را مایه شرمساری دانست. نتانیاهو در دادگاه کیفری بین‌المللی به جنایت جنگی محکوم شده و دادگاه می‌تواند به زودی حکم دستگیری او را صادر کند. استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح ضد غیر نظامیان و حملات عمدی به غیر نظامیان از جرایم اوست. با این دعوت دیگر پس از این امریکا حق ندارد از هیچ کشوری در دنیا درباره کرامت انسانی یا حقوق بشر ایرادی بگیرد. در یک نظرسنجی جدید در آمریکا مشخص شده که اکثر مردم این کشور، یعنی حدود 52% اونها، با ادامه کمک‌های همه‌جانبه دولت آمریکا به رژیم صهیونیستی، به ویژه با ارسال کمک‌های تسلیحاتی به این رژیم، مخالفند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.